روزی حضرت ابراهیم علیه السلام پیرمردی رو دید، با وی مشغول صحبت شدند و پرسیدند منزلت کجاست؟ پاسخ داد که منزلم پای اون کوه است. حضرت ابراهیم فرمودند مهمان هم میپذیری؟ پیرمرد گفت بله، ولی مانعی در مسیر هست، آبی است که عبور از اون مشکل است و قایق هم نداریم. حضرت پرسیدند خودت چطور عبور میکنی؟ پیرمرد که حضرت ابراهیم رو نمیشناخت جواب داد از روی آب رد میشوم. حضرت فرمودند شاید ما هم رد شدیم، به همراه هم رفتن تا به آب رسیدند. پیرمرد از روی آب رد شد، ناگهان دید که اون مهمان هم از روی آب عبور کرد. پیرمرد تعجب کرد و مهمان رو به منزلش برد. صبح روز بعد حضرت به عابد فرمودند دعایی کن که من آمین بگم. پیرمرد خطاب به حضرت گفت دعای من مستجاب نمی شود. حضرت پرسیدند حاجت چیست؟ عابد پاسخ داد 35 سال است از خدا دیدار ابراهیم خلیل را می خواهم، اما مستجاب نمی شود. حضرت فرمودند ابراهیم خلیل من هستم. گاهی در مستجاب نشدن حاجات اصراری است تا می توانیم به درگاه خدا دعا کنیم و نتیجه را به او واگذاریم.